سلام و عرض ادب خدمت شما بیننده های عزیز یوتیوب چینل جهان ما. عید سعید فطر را از صمیم قلب به تمام شما بیننده های عزیز یوتیوب چینل جهان ما تبریک میگم. امروز روزی اول عید سعید فطر است. ما با یکی از کمدین های موفق ولسوالی خلمی ولایت سمنگان دیدار می داشته باشیم که نامش سید مراد است که مشهور به میرک. تا آخر برنامه با ما باشین دوستای عزیز. ما قصه های جالب از زبان خود میرک تاشقرغانی داریم. بیننده های عزیز، قسمی که قبلا گفتیم ما امروز در خانه کسی آمدیم که یک ممثل فوق العاده عالی در ولسوالی خلم ولایت سمنگان هستند. صدای کسی را یا تقلید میکنن که با صدا و چهره او شخص تمام مردم افغانستان آشنایی دارند، اما متاسفانه امروز اونا در کنار مردم افغانستان نیستند. ما در کنار کسی هستیم که صدای امو شخص خود زیاد به زبان خودشان تمثیل میکنه. شما بیننده باشین. سلام برادر عزیز. سلام علیکم. یا خود معرفی بکنین با بیننده عزیزی ما. اسم من سید مراد است، از ولسوالی خلم هستم. خب سید مراد جان، یک تعداد دوستای ما از شما یادآوری کردن که شما یک ممثل خوب یا تقلیدگر خوب هستین. شما با صدای کدام اشخاص ها تقلید کرده میتونین؟ صدای دخترانه گپ زده میتونم، صدای میرک. خب شما صدای میرک فوق العاده میتونین گفته؟ خب با می صدای میرک خود یک معرفی بکنین. سلام علیکم عزیزای دوستان. اسمم سید مراد از جای میرک گرفتم. بگی خدا بگو. دوستای عزیز، میرک واقعا که صدایش بسیار جالب است. حتما فیلم او را دیدین. یعنی میرک دومی هم در کنار ما است. ما یکان دیالوگای میرک از زبان سید مراد میشنیم. خب سید مراد یکان دیالوگی میرک خو حتما یاد داری، فیلمایش تعقیب میکنی. یکان دیالوگ جالبش به بیننده های عزیز بگو. جتا پلو هلا همی نگو بی سگا کجا میبری گفت و گفتم هلا این سگ چی میکنه این خوبوز است. همی نگو سگ است و گرفتم یه لاش کردم و گفتم این ننیم داد که برو تیل خاک بیار. ننه داد که تیل خاک بیار، او را ایلا کردی؟ ایلاش کردم. پیچ ننیم آمدم و گفتم ننه جان تو دم سگ دادایی. گفت سگ چی میکنه بچه خونه مرد شوی تو گفت. ننه خوب بیاگواردار لط کرد؟ لطم کرد. والا یه دزیر تکری در آمد و باسا میخوردم. اینکه دید خیقی من لطم کرد. بیننده های عزیز، ما در کنار خود یک کاکای دیگر هم داریم. یارم یک کتشان معرفی میشیم، اسمشان به شما معرفی میکنن. میبینید که با یک خود کاکا معرفی بله، من ضیاءالدین هستم، از ولسوالی خلم هستم. خب با میرک شما چه قرابت دارید؟ با میرک با قرابت داریم که میگه خواب گوسفنداش بالا سرش گر خورده. چی رقم گر خورده؟ حالا در خودش قصه، در خودش معلومات قصهش دیگه. خب میرک قصه گوسفنده که گر خورده چه قسم است؟ نه والا دو دانه گوسفند که نگاه کرده بودم. یکی شبه تو فرمی که بود، یکی شبه تو لاغری که بود. نه آمده و جنوار آمده کدام جنوار؟ نه گرگ میگه چی میگه. آمده بیرادن جانی باباجی همی گوسفندی کته من خورده. خودت در کجا بودی؟ نه نمی پرلویش خواه بودم. کسا بیزار جانی بس کمش که دیگه. چی رقم خورد؟ چی خواه بودی بیدار نشدی یا بیخی کدام دوای خواه خورده بودی که بیدار نشدی؟ حالا اگه دوای خواه خورده باشم حالا روزانه که کار میکنم شو خود انداختم. نگوالی کستم که گوسفندی من نیست دیگه والی پشتیش تبرو بالا جای هستو گوسفندی شدید پانیش که سعی کردم و گفتم تو نکدام بلا خورده. با پیدا نکدی گرگه؟ پیداش نکردم زیر رفتم که این گوسفند لاشش خواست
گفتم چیتا پلو تو که گر خورده. دوستای عزیز بسیار قصه جالب. خو هست گرگ میاد گوسفند از این میخوره، نفر خو هستش بیدار نمیشه. خب پیدا نشد بالاخره گرگ. لی بالاخره پیدا نشد دیگه، رفت نوش جان کرد. نوش جان کرد. خواهی گوسفند از خودت بود از کسی دیگه؟ نه اون از خودم بود گوسفند که. خب دوستای عزیز، میرک واقعا بسیار قصه جالب داره. ما و شما در ادامه برنامه دیگه قصه های جالبی یارم میشنویم، با ما باشین. میرک دیگه کدام صدا را تقلید کرده میتونی؟ ایلا صدای مرغ کده میتونم، صدای کوکه کده میتونم، صدای کل چیزا میتونم، دخترانه را میتونم. خب همین صدایی که تو تقلید میکنی، یک صدای حیوانات و پرنده ها را تو تقلید بکن. این صدای چی بود؟ این صدای کوک بود. خب دیگه صدای مرغ بکن. خب دیگه کدام صدا؟ نه دیگه کدام صدا رو برو؟ صدای چی بود؟ پیشتر کدام صدا را؟ نه صدای دخترانه رو میتونم. خب دوستای عزیز، صدای دخترانه را هم تقلید میکنه میرک. این حال میرک چی میکنه؟ در دوستای زنگ میزنه با صدای دخترانه دوست خود آزار میده. خب یک دوستی تا زنگ بزن، کی هستن؟ نه زنگش میزنه بال سایکو. لنگویش هم بزن که ما بینندای ما بشناسه. درست است. نه بله سلام علیکم. سلام خوب هستی؟ بله شکر من خوب هستم جگر دیوانم. چی حال داری؟ هستم خانه هستم. بله میشنم داخل آشپزخانه آمدم براتان یک زنگ زدم، گفتم باش که یک زنگ بزنم. یه تبریک. بله میشنم. هستم خانه هستم گفتم. بله روان کن. بله من دیگه خوب هستم خیلی، فعلا کار نداره خیلی. سلامت خدافظ. دوستای عزیز بسیار جالب است. فکر کنید بسیار وقت است که همین نفر به دوست خود به صدای دخترانه گپ میده. خب دوستای نزدیک است، مردم آزاری نیست، حتما دوستای نزدیکش است، میخوای آزار بده. از یا کردیت هم گرفتی یا نه؟ هیله یک تا دوتایش خوب میگیرم دیگه. نوش جان میگه در این دنیا باید به هر طریقی که باشه میگه روز خود پیش ببری یا نه؟ دیگه هیله دیگه پاس دیگه چی رقم روزگار هست دیگه تیر میکنی دیگه آدم. یک تر آزار میتی یک تر ساتیریست دیگه. تو از دیگران میگیری و باز گرگا از خودت میگیری. نه من چمکی کدم باز گرگا از من میخوره. راسته همی گوسفند هم میگن وند گرفته بودی از کسی گورم گرگ یا از خودت بود خریده بودی از کدامی وند گرفته بودی؟ اینم نسیه خریده بودم. نسیه خریده بودن؟ این می قسم دیگه هر قسمی که نایرنگ زده گرفته و بلاخره او را هم گرگ خوردن؟ خریده بودم من گفتم پیسی چه نسیه قسمتی دیدو. اش دادی پیسه برشه؟ دادم دو قصی چه دادم خود یک قصی دیگه چه من گفتم برو دیگه اون خود گرگ خورد. یک قسط شمید یا نه؟ نه دیگه خلاص شد دیگه. از کجا کده بیتم؟ نه یک قصی چه چرا بیتم؟ دوستای عزیز بسیار جالب قصه شیرین داره میره که ما در سری گوسفندا سری رمیش هم میریم که یک تعداد گوسفندا را داره یا میبرد در چراندن، اما قصه جالب گرگ خوردن گوسفندشانه در سری رمیشان رفته میبینیم. دوستا در ادامه برنامه با ما باشین. دوستای عزیز ما آمدیم، پیشتر هم براتون گفتیم ما پیش یک ممثل خیلی نازنین که نام اصلی سید مراد است اما با نام میرک مشهور است. ما آمدیم سری رمایش سری گوسفندایش با ما باشین. میریم پیش خودی میرک. فکر میکنم مصروف هم است، در تلفن گپ زده راسته از دیگه بریم که میرک چی میکنه، کتیکی گپ میزنه یا کدام
کسی را با صدای دخترانه گپ میته چی میکنه؟ سلام علیکم. سلام علیکم. جیتا پلو اینا شریف. هدایت شریف. داخل واجه آقاتیا. روزه و نمازا قبول. سلام از روزه و نمازای شما قبول شوه. چی میکنی جمیرک؟ لاله میگوز بنده کار آورده بیچاره رو. خب دیگرها در این روز اولی در چکر و سایل و ساتیری میره تو در اینجا گوسفند میچرانی. جیتا پلو این سایل ساتیری خوبیشه. این گوز بنده کار کشتگی رو میبونه. خب گوسفندا را در خانه غذایش بده. اینجا لفکای تازه است سایکو. هیچ غذا نمیخوره دیگه. خب همه قدر گوسفند داری؟ اینا به قدر دارم. 2 تا گوسفند دیگه داشته بود آره. اینا چی گرگ آمده بخورد. دیدم که 2 دانه گوسفند سبکی خیستم که یک تاش نیست. و گفتم اینا گفتم همین گوسفند 2 فداری من برده. کاش که دیگه شبیه برده قصهش نبودم. اما تا ایسا یک طرف گوسفندا بریم. این گوسفندا از خودت هست یا از دیگرها هم هست؟ از دیگران هم هست دیگه. 1 4 تاش هست 5 تاش از خودم هست. خب تو 4 5 تا داشتی. در عموم از خودت از دیگرها چقدر گوسفند اینجا بود؟ تقریبا بسیار زیاد گوسفند بود. اینا دیگه حالی کار و غریبی که نیست. 1 تا سودا کنه میخورن. خب مردم ها سودا میکنه کار و غریبی نیست. خودت هم زیاد داشتیم یا همین 4 5 تا بود؟ نه خودم 20 تا داشتم. دیگه چیزا سودا کردم دیگه. خرچی خانه روزگار هست دیگه. راست میگی. دوستای عزیز واقعا مشکل است. روزگار نسبت به گذشته ها یک کمی دشوار شده. مردم ها توانایی روزگار ندارن. مجبور هستن که اینمی گوسفندای خود مال خود بفروشن و روزگار خود پیش ببرن. این میرک هم در کنار ما هست. میگه گوسفند زیاد داشتیم اما متاسفانه روزگار یاری نمیکنه. احساسه این گوسفند و مال خود سودا میکنه، روزگار خود پیش میبره. و بعضی دوستای دیگه هم اینجا در کنار ما هستن. در روز اولی عید سعید فطر آمدن به دامنه های کوه و دشت به سیل و چکر آمدن. و دوستای عزیز ما قصه های جالب و گفتنی های شیرین از میرک داشتیم. خدا روی میرک افغانستان شاد داشته باشه. ما یک میرکی دیگه هم داریم در کنار ما. گفتنی های جالب و دیالوگ های جالبی از میرک افغانستان ما با اینا داشتیم. دیگه ما از پیشان اجازه میگیریم، مرخص میشیم. اگر در آخر برنامه کدام گفتنی داشته باشن به صدای خودشان بشنویم. خب میرک ما خو قصه های جالب و شیرین شما را شنیدیم. به بیننده های عزیز اگر کدام گفتنی داشته باشی، کدام نظریات و پیشنهاد به یوتیوب چینل جهان ما داشته باشی، میتونی به بیننده های عزیز بگویی. تشکر. زنده باشید. سلامت باشید. خب با اجازه از پیشت مرخص میشیم. دوستای عزیز یوتیوب چینل جهان ما را لایک سابسکرایب بکنین. اگر پیشنهاد انتقاد نظریات داشته باشید به شماره برنامه ما تماس بگیرین. انشالله ما مطابق ذوق شما برنامه های خوب بهتر تقدیم میکنیم. خداحافظتان.